شاید با خودت دیده باشی که بعضیا میان ویدیوهایی میذارن که از PVP هاشون که چند تا حریف نوب یا دوست میارن جلو خودشون که باهاشون بجنگن، ولی همه این ویدیوها فیکه. ولی همین الان با هم دیگه میریم و یکی از اون ویدیوها رو میبینیم. بعد ما میریم یکی از اون ویدیوها رو میبینیم که مثلا میگم PVP خوبه. و بله هم شکلی که دیدی، بله اینا یکی از این ویدیوهاست. ولی واقعا این ویدیو پلیرای نوب بندازن جلو خودشون، بس بریم یه دونه قویشو بندازیم جلو خودمون. برو بریم. پس از همینجا بگم که اون کسی که باش مبارزه میکنیم یک بات هوش مصنوعیه که واقعا بات هوش مصنوعی قویه. پس برو بریم که باهاش بجنگیم. خب بچه این ایشونیه که میخوایم باهاش بجنگیم. بله واقعا بات هوش مصنوعیه. خب بریم که سروایو کنیم و باهاش بجنگیم. ببین بچه واقعا این پلیر خیلی قویه. واقعا میگم یکی از قوی ترین پلیر هست. یعنی تو بهترین پلیر ایران هم باشی باز نمیتونی اینو بزنی. یعنی درون حدی سخته ها که بهترین. وای من شمشیر تو دستم. ببینید که الان به موقعش داره استفاده میکنه هر چیزی رو. واسه برم تو دلش. بزن دیگه تو. آقا چرا انقدر بد میزنی؟ ولی بچه نگاه نکنید الان مدام ایزی میزنمش و اونم داره منو میزنه. آقا این حساب نیست واقعا. من لباس دایموندی دارم. خب بچه بدبختیم دوتاست. بچه واقعا بدبخت شدیم دوتا از این پلیرها هست. خب سخت‌ترم شد مبارزه. آقا هم دیگر رو لطوپار دارم میکن. از اینا میندازم تو دهنت. بابا ریدی تو ویدیوم که. بله تقابل دو ربات هوش مصنوعی رو منو نزن گاو. بله تقابل دو هوش مصنوعی. بوم. مثل اینکه با بریم با اون یکی تقابل کنیم.